اینجا چی کار میکنی جیمی؟ دنبال تو بودم زویی، فکر کنم عاشقت مسخره شدم. بازی در نیار، مگه نشنیدی چی شده؟ چون نشنیدم مدرسه الان درگیر یه جنگ و هرج و مرج بزرگ شده، همه گنگا و دست ریختن سر همدیگه. چی؟ آره. او پسر من باید برم. خب چطوری باید این مشکل رو حل کنم؟ باید جدی نیروی کمکی با خودم ببرم. راسل کجاست؟ اون دوستت ادگار کجاست؟ راسل توی کشتارگاه و سلاخی واندر گیر افتاده، از دست پلیسا قایم شده، میترسه ببرنش زندان، اونم بعد دزدیدن دوچرخه. راسل درکی از زندان داره؟ خب ببین بعداً میبینم. خب عشقمون چی میشه؟ باید صبر کنیم زویی، یه سری کارا مونده. کار جرمه. جیمی بفهم نمیدونم چی کار کنم توی بدی استیو جو، من قول میدم سخت نگیرم. تو نمیتونی از جنگ قانون فرار کنی. اون کوچولو کدوم گوریلا؟ ممنون جیمی. یالا باید خودمون رو به مدرسه برسونیم. اوضاع اونجا کلاً به هم ریخته. سلام جیمی، اینم آکادمی. اینجا چه خبره؟ همه رسما دیوونه شدن. آره به خاطر دوست قدیمی گریه، اون مقصر همه ایناست. اون بچه واقعا روانیه و همه معلمان ناظما الان طرف اونو گرفتن. خب میریم تو و جلوی دعواها رو میگیریم و یه جوری خودمو به گری میرسونیم. باشه، ولی یه سوال، چطوری قراره این همه بچه که ریختن سر هم و از همدیگه جدا کنیم؟ اینجا آمریکاست، با تهدید و زور و رشوه میریم تو، اون چیزی که میخوایم رو به دست میاریم. اگه اینا جواب نداد دخل همه رو میاریم. به خاطر همین یه نیروی کمکی آوردم. من راسلم، دوست دارم بقیه رو بزنم برای صبح. خوبه. خب اینم از نقشم. لعنتی قفله. نگران نباش، راسل ترتیبشو میده. ادگار، ما میریم با رئیس هر گروه حرف میزنیم بدون اونا. گری هیچ نیست. او عجب مزه‌ای. خوشمزه و خنک. تا به تو میرسم. این حرکت از بابام یاد گرفتم.
خیلی خفن شد. داری چه غلطی میکنی جانی؟ چرا از گری دستور میگیری؟ خفه شو جیمی، تو ما رو ترک کردی و ریده شد به همه چی. یه بار شکستت دادم، دوبارم شکستت میدم. بزن بکش خراب کن. بعدی که زنم ناکارت کردم میشونم رو. تو هیچی نیستی جیمی. اصلا عصبانی نه. امیدوارم لولا ندیده باشه. بیا جلو. خوشت میاد یا نه؟ فقط دست بعدی که زنم ناکارت کردم میشونم رو. بعدی که زنم ناکارت کردم میشونم رو. بایستا تا راسل دستتو بیاره. راسل میزنه. یالا قدم راسل میزنه. تموم شد تموم شد. مجبورش کردم چیزی که تو کلاس شیمی درست کرده بود و بخورم. بزن بکش خراب کن. من یه خبر انسانم میگم. من بهترینم. تد، به کمکت نیاز دارم. خودت خواستی. بزن بکش خراب کن. سفر خوبی داشته باشی. اینقدر میزنم که ازم راسل میزنه. خوشت میاد نه؟ راسل میزنه. بلدی اینقدر میزنم که ازم آدم کتک میخوای عشقا. راسل میزنه. من تا شبم میتونم راسل کتکش بدم. میزنه. اینقدر میزنم که ازم خوشت بیاد. راسل میزنه. راسل میزنه. اینقدر میزنم که ازم راسل میزنه. وقتی خوش بشم. راسل. من خیلی نمیتونم بدوم، پس واسه که همینجا بزنم. هی داربی، یکی برای دیدن تو اومده. اوه ببین لات کوچه خلوت اینجاست. خودم ترتیبشون میدم. بعضی مواقع خیلی رو مخ میشی داربی، فوراً بس کن. بزن بکش خراب کن. هنوزم ازت خوشی. من متخصص الان؟ کشتن آدم. راسل میزنه. ترین این آدم این چیزی رو عوض نمیکنه. من هنوز از توی گدا پول دارترم. ترینگتون ها هیچ وقت نمیبازن. ترینگتون ها هیچ وقت نمیبازن. من بریستو بلدم آشقال. ترینگتون ها هیچ وقت نمیبازن. من بریستو بلدم آشقال. راسل میزنه.
ارنست اسکل فکر میکنی داری چه غلطی میکنی؟ احمقی یا کوری؟ گری یه نقشه داره، نقشه خفن. احمق، نقشه های گری همش مزخرفه، باید حدس میزدم. تو نمیفهمی، با مغز اون و من هیچی جلودارمون نیست. به درک، همین الان میخوام کار هر دوتاتون رو تموم کنم. یالا میتونم شکست بدم. بزن بکش خراب کن. صابتون میرسم. صابتون میرسم. صابتون میرسم. انسانم. نمیتونی ازم فرار کنی. تو تا لحت کنم. بگیرین که اومد پسرا. چقدر حال داد بهت. ادگار برو به بقیه کمک کن یکم آروم بشن. من کار نیمه تموم با گری دارم. دریافت شد. موفق باشی. تو چی تو دستت گرفتی؟ اسلحه فقط برای نازماست. نه دست از سر دوست من برداری. باید سطح لاسر دخلتو بیارم. توجه کنید. جیمی یه آشغال به تمام معناست. گری دیوس همین حالا بیا بیرون. جیم منتظرت بودم. بیا شروع کنیم. گری گاگول چرا این کارو کردی گری؟ چرا نکنم؟ من برندم. من به همه کلک زدم. اولا با تو شروع کردم، بعد مدیر و بچه های بیمغز مدرسه و بعدش ناظما. من بردم. دیوسی هستی. شاید دیوس باشم ولی حالا کنترل همه چی دستم. کودن اینو یادت نره. تو هم همه اون کارهای کثیف و واسم انجام دادی هاپکینز. تو مثل عروسک خیمه شب بازی منی. خیلی خب حالا بیا این بیمغز. قضیه رو تمومش کنیم. تحویل ویژه شما. تو خیلی کندی. نمیتونی منو بگیری هاپکینز. مشکلت اینه زود اعتماد میکنی جیمی. از اول خیلی نادون بودی. یه چیزی دارم برم. جیمی بیچاره زیر فشار حملات راسل نوچه‌هاش نیازمند کمک. چقدر ناراحت کننده، چقدر غم‌انگیز. به یه دوست نیاز داری. هر دوستی. از اول خیلی راحت بود گول زدنه. وقتی رفیق شدیم خیلی راحت بود. تشنه قدرت بودی ولی هوش پشتشو نداشتی. استفاده کردن ازت خیلی راحت بود. بذار جیمی حال کنه. بازیای بچگانشو با ارنست و تد و داربی و ادنا و جانی انجام بده و منتظر لحظه درست باش که بیچارش کنی. مثل دومینا بود. همه چیز با هم جور شد. وقتی داشتی تو کاسا وقتی تو با هر جایی مثل لولا در میداری من داشتم نقشه میریختم. وقتی داشتی دوچرخه میروندی، وقتی داشتی تو جشنواره مثل بچه ها بازی میکردی، نقشه من داشت کامل میشد. میدونی چیه؟ اگه من ببرم تو یه آشغال به تمام معنایی. اگه هم تو ببری سریعتر شرت از این مدرسه کم میشه. اونم به خاطر کتک زدن نماینده مدرسه. چرا این کارو کردی گری؟ چون میتونم.
چون این کار یعنی تو احمقهای بیمغزی مثل تو رو مجبور به اطاعت کنم. خیلی حس خوبی داره. من که با تو دشمنی نداشتم. اگه بهت مهلت میدادم هم دشمن میشدی. من از تو باهوشترم. او تبریک میگم بهت، از من باهوشتری. تو از همه بدت میاد و حالا همه از تو بدشون میاد. چقدر باهوشی. مدیر که ازم خوشش میاد. این مدرسه کوفتیشو تبدیل کردم به زمین بازی خودم. باعث میشم بقیه ناعادلانه اخراج شن. بچه‌ها رو بفرستن روان درمانی، ولی بازم ازم خوشش عجب میاد. بدبختی هستی. حداقل مامان من با خوابیدن با مردا خرج زندگیشو در خودم نمیاره. دخلتو میارم. چی کار میکنی؟ حسرتی نداری وقتی به آسفالت بینی که زندگی؟ من وقتی اخراج بشی دیگه هیچ جایی نداری. جلوتر نیا. اسمیت همه چیز رو شنیدم. تو اخراجی. بیا دستامو باز کن پسرم. چشم آقا. ببخشید ندیدم اینجایی. میدونی شاید در مورد ناعادلانه قضاوت کردم پسر. آره واقعا اشتباه از من بوده. تو واقعا پسر ارزشمندی هستی مثل هرگز. ممنونم آقا. حالا این آشغالو بنداز بیرون. باشه هاپکینز؟ با کمال میل. پس این تو بودی که با این هیولا درگیر شدی، درسته؟ بله. عجب قهرمانی، مثل یه گرگ تنها. آره خب نه اگه بخوام راستشو بگم چند تا از دوستام هم کمکم کردن آقا. مثل اون دختر زو که اخراج شد، چون همش از این گلایه میکرد که آقای بورتون اونو میزنه. بورتون؟ خب اونو اخراجه، امیدوارم تو جهنم بسوزه. و اون دوست خوبم که اسمش پیت کولاسکیه. هیچی راجبش نشد. آره خب اون همیشه ساکته چون یکم خجالتی. خجالتی؟ حدس میزنم باید یه نابغه باشه. اون باید کمک مدیر مدرسه بشه. پیت ایده عالیه. و راجع به اون نامه به مادرم. کدوم نامه؟ بالاخره همه چیز درست شد. کم و بیش.